همراهان عزیز و نازنین سلام، خوش آمدید به یک ویدیوی خبری از چنل مسیر مهاجرت. امروز با یک خبر کاملا جدید و مفید در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امیدوارم که ویدیو را تا آخر بیننده باشین. نرخ خدمات شهرداری تهران به اتباع و مهاجرین خارجی تعیین شد. همزمان با 300مین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه بهای خدمات ارائه شده به اتباع و مهاجرین خارجی برای سال 1404 با حد اکثر آرای موافق به تصویب رسید. به گزارش شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه بهای خدمات ارائه شده به اتباع و مهاجرین خارجی برای سال 1404 با بیان اینکه 54% افزایش نرخ در این زمینه پیش بینی شده است، اظهار کرد بهای خدمات برای یک نفر 725,000 تومان، هر خانوار دو نفره 870,000 تومان و هر خانوار سه نفره 1,150,000 تومان، هر خانوار چهار نفره 1,160,000 تومان و هر خانوار 5 نفره 1,305,000 تومان و هر خانوار 6 نفره 1,450,000 تومان تعیین شده است. و همچنین تصریح کرد شهرداری تهران مکلف است بهای خدمات ارائه شده به اتباع و مهاجرین خارجی را به صورت سالیانه و به هنگام صدور یا تمدید کارت اقامت و پروانه اشتغال دریافت کرده و مبالغ وصول شده را در ردیف درآمدی تحت آن عنوان منظور و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری تهران واریز کند. آخوندی در ادامه یادآور شد شهرداری تهران مجاز است 50% از درآمد را برای کمک به تأمین نیازهای موقت مهاجرین بر اساس تفاهم نامه فیما بین در اختیار مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در اختیار استانداری تهران قرار دهد. و یفزود نرخ وزارت کشور برای هر خانوار دو نفره 500,000 تومان، هر خانوار سه نفره 600,000 تومان و هر خانوار چهار نفره 700,000 تومان و هر خانوار 5 نفره 800,000 تومان و هر خانوار 6 نفره 900,000 تومان و برای هر خانوار 6 نفره به بالای بیش از 1,000,000 تومان تعیین شده است. پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد با توجه به ابلاغ نرخ‌های وزارت کشور پیشنهاد می شود که نرخ بهای خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی با همان نرخ‌ها در شهرداری تهران نیز اعمال شود. گفتنی است لایحه بهای خدمات ارائه شده به اتباع و مهاجرین خارجی برای سال 1404 بر اساس نرخ بهای خدمات وزارت کشور تعیین و تصویب شد. دوستان عزیز، این بود از خبر امروز ما در مورد نرخ خدمات شهرداری تهران و اتباع و مهاجرین خارجی در سال 1404. چنانچه گفته شده این نرخ در هنگام صدور یا تمدید کارت اقامت شما از شما گرفته میشه. از آنجایی که سال یک بار یا چندین بار با این موارد برمیخورین، بهتر است که با آن آشنایی داشته باشین. و تشکر که ویدیو را تا انتها تماشا کردین. اگر شما هم به اخبار اتباع و مهاجرین علاقه دارین، حتما چینل یوتیوب مسیر مهاجرت را سابسکرایب کرده و ویدیو را لایک کرده و با دوستان خود هم به اشتراک بگذارین.